درود و دراوات. مهربانی چه شما منتظر که یه موه داد مروچی من شما خدمت و مهمانانی که هستن تو چاروکانی که هستن شما خدمت ببم. من چند موضوع هست که جو هیومن رایت هم ربطش هست و یک پیمی غیر مستقیم یک فشاری که سر مردم یارگند دولت ایران آیانا ضعیف بداری تو آیانا نزوع بکن. هرچی که شما زانی بلوچستان مزنی ملک بلوچستان تا از بندر عباسی نزدیک بگیر ودار رودان سیریک جاشک میناب کهنوج نزانو بیایه کشتیر کم و پهره و چهبار و برای کشتیر پدام بندر پسا بندر اینگو برزی نیمک دو زاپ و زابل و یه ملکان په بلوچستان هست. برای همه بلوچستان هم پدام ایرانی سرکار پدام هم چون کتا بر کتا که اگر تا کوشش کنگه که همیشی که هسته هم بر ببی هنو همه بلوچستانی که ما روی نندوکی بلوچستانی بشیم وقت سای بحر بوده یکی بحری داتگش کرمانا یک بحری هرمزگانا پدا همه بحری که هنو سیستان بلوچستان وش گذانک بیته شین هن لوٹن بحر بکنن بر وجه همشی بوده که بلوچا همه سیاستی که آیان بوده بلوچان چو بلوچستانی زمین کلونی پیمه بدارن تو بلوچا سیاسی لحاظا ضعیف بکنن تو اقتصادی لحاظا هم چوش نزور بدارند که چمایی زمین چمایی ملک پتانسیلانی که هستن پوت بر ببرن. بلوچستان تقریبا نزدیک یک کرنی بوگینو نو دکیدن که در ملکیانی در آمدانی دستایم یکی چه می نیچرال سورسان می زرند که تقریبا 7 سال بی 7-8 سال بیتن که و یا 10 سالی تقریبا مردم چشکا بگوشی که ایرانی سرکار کوشش کنگین که او دا دنا چه مردم بیاری او دا که بلوچانی که هستن هر پیم منطقه آیان چوه دا در بکن آیانی زمین نانا گرگین آیان چه کار در کنگین کارش نداری و سک باز چه تبعیض قائل بگیم بودا. بندر چهوار تنها بندری که یا بندر جاسک یه بندرانی که بلوچستان تو هستن شما تنها جهانی هست که گو دنیای ملکان راحت تو هنن دریای نیمگا ارتباطش ببین یه منطقه استراتژیکی منطقه هنو ایرانی سرکار چند سالند که وقتی پهکین کوشش هایشتگی که یه منطقه شهر کنترل بکن تو تصرف بکن تو بلوچان ها یک کر بنندین هنچوش که گجر وقت گوشته یه سال پیشگین که 1399 شمسی بی 96% تجارت چه دریا بندر چهوار بندر گیشتر چه پیشگین سال بوده 96% بازی چیزی بازی بحری چه تجارت که ایران بحر زورتا گوتی سود و نفی برده ولی بلوچ راج چه پارگی وازی که بودتگی هم اگت بدتر بوده و هیچ نفی پر بلوچ راج نرسته انچوش می نیچرال سورس هست که ایرانی دولت سر چند دانه معدن مثلا سر چند دانه ماین تقریبا 4200 میلیارد سرمایه گذاری کتم یعنی می زمینی طلا و نزانو دو کو هر چیزی که هستن قیمتی آیم در کنگیم برای دیگه ملکان آباد بگن سود و زر و نزانو
درآمدی که هسته آیان وقتی نیمک برد تو برگین تو بلوچ هیچ نرسگین. می دیگه یک چیزی پتانسیلی که می ملک هسته همین مرز که رو درات کی بلوچستان ما را هسته هنو شیا هنچوش سپاه پاسداران وتی کنترل در آرتگو بلوچانا هنچوش دلسیاش کتگو نیلند. یک دیگه چیزی هسته که می کشاورزیه کشاری که هنچه نیوگ و پیوگ هسته که دیگه جهان نبنده ولی هیچ حمایتی چه دولت نیوگ نبند تقریبا هنو گین مروچی که ما شما خبر کنگی 2 هفته رود بار زمین کشاورزان کسانی که گرجهش کشتگ نزانو پیمازش کشتگ و سیبش کشتگشان هزاران هزار تن اشانی محصولات چه بین ربطگ و پرچه که قیمتی که آیا کار کو تسری و تایشی دست بیارن توشی یا برداشت بکنن تین سک باز گشته بود تا چه چیزی که هنو اگر باهای بکنه هیچ سود و نفی نرسیدش و دولت هیچ حمایتی نکنده. ای لحظه بهرتن که می ملک هستن که شهریانی که هستن و اگر بلوچی دست بودتینا شرطر تونتی ما تونت استفاده بکنیم بر بزوریم بله همچوش که پیسر هم گوشت که بلوچا ایرانیان حتی سرکار گوشتگ هنشی یا همچوش که ما کوشش کنیم که لحاظی سیاسی لحاظا ضعیفش بکنی اقتصادی لحاظ ضعیفش بکنین و اتحادش مبید تو متحد مبندین براتی و یه چیزش مبید و همه سیاستش یارتتی ما هنو بلوچ راج مجبورن که گشترین بلوچی همچه مردم هستند که یونیورسیتی ها شدگند شهر مدرکش هستن شهر سرتیفیکیتش وانتگ شهر فیلدش وانتگ و کار روزگار نیه بله مجبورند که بیاین همه گازایل ببرن سوخت بری بکنند و ایشی که برای آدگه ملکان ایرانی پا کار و روزگاری وادگه ملکان هرما پدا هم وده تعویز هسته لوگش ندهن اجاره بکنه دل سیاهش کنه اگر جای کاری گیرش یایته ها اینشورنسش نیسته اینشورنس ندهن تو هنچو دل سیاهش کنه. یک دیگه مسئله ها می انوایرمنتی که ملک همه زراعت مردم بونگیج بکنتنشه که چین مروچان چینش داتک و یک قرارداد ایرانی حکومت بسته 25 سال اجاره داده بر دریای بلوچستانی دریای که چینیا و در هر چی لوتند بکنند و تی نظامی هیارند و تی مردم هیارند که و دا اجاره گرگ بودتک و آمی جاشو و سیادان ها مجبورند که یا بیکار بودتگن از بس که ایشان گفت سید وقتی هیچی نیشتک که ببیته و پاکین چیزش جمع کتگ و برتگی دریایی یا سیاد می بیکاره یا ایشی که مجبور برم دوری جاگان دوری ملکان کرما پدام او دیگه مشکل هسته ایشن که دوزانی دست کپن نزانو توفانان تو گار بند تو بیگواه بند پدام می کشاورزی هم هسته کشاورزی هم چوش که من گوشت سک باز هنچه چیز هست که می دیگه ملکان یدگه نیستن بله بلوچستان دری آیند تو بلوچستان بله مثلا آب نی چند وحده که هور وقت نبوده بله هورانی که یه شکر تقریبا یه 2 سال تو بودتگن می صدان پر را بله صد چه چیر صدانی تو آب منطق صدان چه پشت آخر راه نده دشتیاری این که 200 آیه برزا هستن زیردان یکی پیشنه بله یه صدان پر را هر دو ها آب چیرا راه نده چیرا با وجودشی که شرین زمین نه حاصل خیزن هر پیمی محصول ودا کشت بیتن بله آب کم تو آب دیر نده و یا مردمانی که مثلا ودا
آب ورگیش نیستن وٹگان تو رو آب ورن وٹگان چه جولین کلند که هور که گواری آب جمع بی تو و دا هم حیوان هم انسان مجبورن آب ورن چما آب ولی هیچ لوله کشی و شبکه آبرسانیشان نیستن. یا مثلا این گو کبلهی نیمه بلوچستان بیچاره هم جازموریان نیمه که یک کوری هستن حلیل رودی بشه و دا هم نزدیک بر 20 یا 30 دانه سدش بسته دم بسته که آپا بگیرن تو چیرا اینگو بلوچان که نشتگن اینگو میت مرسی. این همه بلوچانه که چه اصلی بلوچستانی که هنو هستن جدا کنه بودتگن او کرمانه ده بودتگن کوشش کرد گجر کوشش کرد که این آپا بزوری تو ببا اونگو برزادی نیمه صد بندگین لوله کشی کنگین که آپا ببا او ده و ایده چیرا که بلوچان یه حق که بلوچانی او ده آب مروتیم یا اونگو برزادی نیمه شمال بلوچستان مردم بچاری هامون نیمه هنچوش آپی که یاگین ایران اینچو وقتی قدرت دیپلماسی وقتی کارمرز نکد که افغانستان ها بگوشید که ای آب ما بندید تو آب ادا هم بیاید تو شما هم کارمرز بکنی و ما هم هیچ کوششی یه لحاظا ایران حکومت نکتگ. باز هم مسائل سک باز هم که ما ایران حکومت کوشش کنگه که بلوچستان علاوه بر چیزی که سنگت مبین جان گوشت گربندان کشت کوشان که هستن ایران بلوچان یعنی بلوچستان بداری تو مهرش بکنته ولی ضعیفش بکن نامتحدش بداری تو پاک مبن برات مبن سک باز هنچو این مسئله که هسته ناامنیه هم که من لطم گوشم ادا که دو دانه ارگان هستن امنیتی هم که یکی وزارت اطلاعات یکی سپاه پاسداران که سپاه پاسداران تقریبا 12 سال که بلوچستان قبضه کته یک دولتی سرکار پنهانی یعنی جانه ناما دولت نه بله اصلی دولتی که ایران سرای و ده هیچ خبری نیستی هر کاری بیتونه بیت سپاهش کن هر پروژه هستن هر توسعه دیمروی نزانو پروژه بیت سپاهش دوری مرز سپاهی دستین و اداراتی تو که همچوش سپاهی و نزانو همین مردمان جذبن کسانی که بسیجا بگرن. जी वजह मसूद भाई एक मिनट देगा शुमे करास्त शुमा गोती का कंक्लूड करने हो जाए जी गपशियत के ये नामनी हमें दो ارگان کنند یکی دو طایفه دو اشیا جنگ دن گواهی تو یکی اطلاعات رو های تو پنگ دن یکی آدگرا تقریبا دسامبر یا ژانویه هنچو ایران شهر امام جمعه مولی طیب گوشته گد که ما مولی عبدالحمید که رو بودتگی یکی گوشته گوشتگی که من مردم یکی جتگ بله یه گجر یحتا ما رو گوشته که ما تر زر دهیم ما تر تفنگ دهیم تو برای بکش ای وقت یک ثابت کرد که گجر می ناتفاکی رنده می متحدی رنده تو لوٹی ما را هنچو ضعیف بدارید ما امید کنم که ما بلوچان وقتی حقا بزانیم وقتی حقا پجا بیاریم و مبارزه مسالمت آمیز و مدنی بتونه وقتی حقا چه کسانی که من ملکش گفته و من سرا هنو حکومت کنگن وقتی حقا بگیرین و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت وقتی دست بگیرین و وقت مستری برسین.